فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من یه سوال داشتم، از سنندش تماس میگیرم. بفرمایید. من سنم کم بود ولی به سن بلوغ رسیده بودم، دانش آموز بودم و پدر مادرم به خاطر اینکه بتونم درس بخونم اغلب نمیذاشتن خیلی روزه بگیرم. بله. اینکه مثلا اگه میگرفتم 3-4 روز، بعد خب از این سالها خیلی گذشته، من الان 35 سالمه، من اصلا نمیدونم تعداد روزهایی که روزه نگرفتم چقدر بوده، چند سال روزه نگرفتم چقدر بوده، اصلا نمیدونم چیکار باید بکنم. میخواستم راهنمایی بکنید برای نمازها و روزهایی که انسان میداند، یعنی در همین سال هست یا مثلا روزه‌ای که در این سال مثلا از انسان فوت شده بنا به علتی نتوانسته روزه بگیرد، معذور بوده یا بدون عذر به هر صورت اونها رو خورده، یه نمازی که مثلا در همین دیروز مثلا از دستش فوت شده یا امروز فوت شده، اینها رو باید قضا بیاورند. چون در این زمینه تمام علما اتفاق نظر دارند. اما در مورد این مسئله که در سالهای بسیار دوری در ابتدای سن بلوغ انسانی شاید مثلا نماز نخونده یا روزه نگرفته، پایبند احکام شرعی نبوده، شاید هم سالیان طولانی اصلا این اعمال رو انجام نمیداده، الان حکمش چی هست؟ هم در مورد نماز و هم در مورد روزه. و برخی از علما این فتوا رو میدند و که اینها رو باید قضا بیاورید و اعاده بکنید. اما قول راجح که مستدل هست در این زمینه و موافق با در واقع مقاصد شریعت هست این است که انسانی که در اون سالهای دور این گناه رو انجام داده و روزه رو نگرفته یا نماز نخونده بوده، این در واقع مثل گناهان دیگری هست که انجام داده، یک گناه را مرتکب شده. اون گناهی که گذشته و حتی امروز نمیدوند که چند تا نماز بودند یا چند تا روز از اون روزها بوده، ولو این کم بداند که چند روز هستند، امروزه حکم شرعیش این است که اون یک گناهی بوده که انجام دادی، فقط این توبه بکنی، از گذشته خودت پشیمان باشی کافی هست و نیازی به قضا آوردن اون روزها نیست. و همچنین نیازی به قضا آوردن نمازهایی که در ابتدای جوانی نخونده کسی یا پایبند نبوده، سالیان سالی مثلا بی نماز بوده اونها رو نخونده، دوباره قضا آوردن اون در واقع نمازها در بر عهده اون لازم نیست. زیرا که اگر ما از نظر به اصطلاح عملی هم نگاه بکنیم، خب انسانی که مثلا تا دیروز مثلا دو فساد غرق بوده، تا حتی نماز یک روزش هم نمیخونده، چگونه ما حکم میکنیم که شما نماز 10 سال رو باید یک جا بخونید، یه روزه 10 سال گذشته رو که نخوندی همه رو باید یک جا بگیری؟ این نمیتونه، همین یک روز رو به مشکل میتونه روزه بگیره. اون قول راجح در این زمینه که علما اونو انتخاب کردن اینه که اون روزه هایی که ترک کرده در سالیان دور یا نمازهایی که نخونده، این یک گناهی رو مرتکب شده. وقتی که توبه بکند ان شاء الله امیدواریم که الله متعال این گناه اون رو ببخشد و از این به بعد سعی بکند که ملتزم و پایبند باشد و نماز روزه خودش رو سر وقت باید ادا بکنه.